اگر با مردی که دائم از گذشتش و از منظورم گذشته خانوادش، گذشته خانوادگیش، روابطش با خانوادش یا رابطش با اکس هاش، یعنی افرادی رو که اگر دوست دختر داشته یا اگر یک ازدواج ناموفق داشته، اگر از اونا دائم در حال شکایت و گله بود، اون ماسک مظلومه، من بدبخت بیچاره خیلی کشیدم، بابام با من این کارو کرده، مامانم با من این کارو کرده، خواهر بزرگم این کارو کرده، برادرم سرم کلا گذاشته، اکسم نمیدونی چه آدم بدی بود، نمیدونی چه بلاهایی سر من آورد، با زبون بی زبونی ایشون داره میگه من بدبخت بیچاره. وقتی کسی میگه من بدبخت بیچاره، یعنی اینکه واقعا بدبخت بیچاره است. با یک چنین شخص، یعنی اصلا کسی که تو یک رابطه جدیه این حرفا رو نمیزنه، به گذشته‌شو نمیاد باز بکنه سفره‌شو و برای اون شخص بگه. نه، این آدم فقط دنبال یه نفر میگرده که بیاد بگه آخی چقدر تو گناه داشتی. فقط دنبال یه سنگ صبور موقتی میگرده و اصلا این اشتباه رو نکنید که این شخص شما رو بهتون اعتماد کرده که داره این حرفاشو میزنه. نه، اعتماد نکرده. شاید نصفش هم درست نباشه اصلا، ولی اون بیماری که در عمق خودش داره میخواد اونها رو تسکین بده. اصلا فکر نکنید حتما با من جدی که اینقدر از زندگی خصوصیش داره به من میگه. خوبه از زندگی خصوصیشون میگن، اما اینی که بخواد نقش یک قربانی رو بازی بکنه، بدونید یه جای کار شاید بیشتر از یک جا مشکل داره. افرادی که یعنی اگر با کسی آشنا شدید که دائم ایرادهای شما رو داره بهتون گوش زد میکنه، مثلا شما خودت یه ایرادی داری، خودت هم میدونی، شاید چه میدونم هر چی که هست، هر چیز کوچیک شخصیتی، زیاد هیجان زده‌ای یا کم حرفی یا هر چی، یه ایرادی داری یا ایرادهایی، ایشون دائما داره گوش زد میکنه بهت که تو این مشکل رو داری. دختر خانوما فکر میکنن که این طرف به خاطر این که خیلی رو شما و رابطه جدیتون حساب باز کرده، داره اینجور خودشون اینقدر نزدیک میدونه به شما که شما بتونه، یعنی بخواد ایرادای شما رو بگیره، ولی اصلا اینطور نیست. این شخص اگر تو یک رابطه‌ای بره، همون شخص که اون طرف مقابلش ایرادای شما رو هم داشته باشه اما اون رابطه رو جدی میگیره، هرگز ایراداشو به روش نمیاره، هرگز نمیگه تو چرا اینجوری هستی، چرا اونجوری هستی. همیشه سعی میکنه دلیل اون مشکل و ایراد طرف رو پیدا بکنه. اصلا اون زمان قبل از ازدواج و وقتی این چیزا نمیدونه که من میخوام ایراد بگیرم، اما اون کسی که ازتون ایراد میگیره در حال خالی کردن عقده های خودشه. دلیل بعدی، اگر کسی، و اینو خانوما خیلی دوستش دارن ولی اصلا نمیدونن که آفت یک رابطه است، اگر با کسی آشنا شدید و اون آقا خیلی دست و دل بازه و دائما کادوهای خوب براتون گرون قیمت میگیره، کارایی میکنه که پول دخیله، اگر با یک چنین فردی آشنا شدید، بدونید که اون رابطه تا ته نمیره. به این دلیل که اگر کسی در رابطش جدیه، یک آقا که در رابطش جدیه، سعی نمیکنه خودش رو نشون بده،
آقایون کاملا میدونن که خانوم ها این دست و دلبازی ها رو خیلی دوست دارن، اینی که براشون پول خرج بشه دوست دارن. البته نه همه خانوم ها، ولی بیشترشون اینطوریه. به همین دلیل وقتی که خودش میدونه این رابطه جدی نیست، چون خودش میدونه هیچی نداره و نمیخواد فعلا شما برید، با اون چیزها میخواد خودش رو نشون بده که تا زمانی که خودش دوست داره شما باهاش بمونید. یک دلیل دیگه، یک پروف دیگه که میتونه شخصی که در رابطه جدی نیست رو به شما نشون بده اینه که اگر هیچ وقت توی اون دوران، نه تصمیمای بزرگ ولی تصمیمای کوچیک رو اجازه نمیده شما توش دخالت کنی، تصمیمای شخصیش، اگر اون شخص اومد گفت یک همچین مشکلی برام پیش اومده، نظرت چیه؟ اون آدم شاید جدی باشه. ولی اگر که اومد گفت یک چنین مشکلی دارم و شما که اصلا این اشتباهه که بخواید نظر بدید، ولی اگر دادید و ایشون هیچ، نه این که بگه دلیل بیاره بگه نه این حرفت به این دلیل من قبول ندارم، ولی اگر که محلی نذاش به اون چیزی که گفتید، مطمئن باشید رابطه رو جدی نمیبینه. آقایونی که خانوم ها رو اینو میدونم که دیگه واقعا درد دل خیلی از خانوم های جوونه. آقایونی که خانوم ها رو، دوست دخترشون رو قایم میکنن، نه به دوستشون نشون میدن، نه به خانوادهشون نشون میدن، هر جا که فان داره با دوستای قدیمیش داره میره، تنها میره، ایشون رو نمیبره. ازش میپرسی میگه هنوز وقتش نیست. البته منظور من این نیست که اگر 2 روز با یکی بودین بخواید برید دوستاشو ببینید، ولی روی یک زمان عادلانه ای. خیلی ها هستن، من این تجربه رو داشتم که کسی بوده که 6 سال توی یک رابطه بوده اما هرگز صمیمی‌ترین دوست اون شخص رو ندیده. میدونید چرا؟ آقایون من امروز دارم همه چیزها رو بیرون میریزم. به هر حال یه برنامه دیگه هم حتما اجرا میکنم که برعکسش رو بگم. خودم هم یه خانومم، قسمت خانوم ها رو همه رو برملا کنم که شما بدونید که رابطهشون جدیه یا نه. ولی امروز رو منو ببخشید که فقط راجع به خانوم ها دارم میگم. وقتی که شما رو قایم میکنن به خاطر اینکه نمیخوان اگر تعدد افرادی مثل شما بود دوستانشون متوجه بشن یا خانوادهشون متوجه بشن، و این افراد معمولاً به دوستا و خانواده همیشه میگن من سینگلم، من اصلا توی هیچ رابطه ای نیستم، و همیشه یک دلیلی برای قایم کردن شما از نزدیکانشون دارن. یه دسته دیگه افراد کسایین که فقط راجع به رابطه جنسی حرف میزنن، یعنی همین که باهات میگه سلام، میگه های، فقط راجع به رابطه جنسی حرف میزنه. اونی که جدیه اگر از شما خوشش بیاد این شکلی بگم من مرد جدی که شما رو واقعاً انتخاب کردم که بشناسمت و راجع به تصمیم جدی بگیرم، از همون لحظه اول یک حالت، نمیخوام بگم غیرت چون خیلی زیاده لغتش، یه حالتی داره که اصلا تعصب پیدا میکنه به اون شخص. به خاطر اون تعصبش، چون خودش هنوز هیچ مطمئن نیست که میخواد با اون شخص بمونه یا نه، حتی امتحان نمیکنه شانسشو که به شما راجع به رابطه جنسی بخواد ازتون خواهشی بکنه، چون اون آقا میترسه که نکنه شما
انتخابش باشید و بخواد واقعا باهاتون زندگی کنه و این براش از نظر، یعنی برای در شخصیت شما یه نقطه ضعف در آینده برای ایشون خواهد بود. به این دلیل نمیخواد به این زودی‌ها راجع به رابطه جنسی باهاتون صحبتی بکنه. افراد دیگه کسایی هستن که اگر جدی باشه یه آقایی در رابطه با شما نازنین، کسیه که میخواد آرزوهاتو بدونه. دیدید بعضی از رابطه ها رو اینجوری دست انداختین گردن هم روی مبل نشستیم، بعد تو اینجوری میگی آخه من اینو دوست دارم بشه، اونو دوست دارم تو آینده بشه، اونو دارم بشه. این آقا اصلا 100 فرسخ اونورتره، اصلا وجود نداره، وجود خارجی. اصلا واسش مهم نیست شما چی میگید، به خاطر اینکه میدونه آرزوهای شما با اون تحقق پیدا نمیکنه. فقط تو دلش داره میگه وای این چقدر صحبت میکنه. اگر آقایون این برنامه رو میبینن واقعا باید اونها کاملا متوجه میشن که من دارم چی میگم و واقعیت رو آقایون کامل میدونن. افراد دیگه ای که رابطه براشون جدیه کسایی هستن که براتون زمان میذارن، گم نمیشن. یعنی اینکه اگر شما 5 بار تکرار شد یک سناریو که شما تماس گرفتید با کسی تو یک موقعیت مشخص، نه اینکه سر کار تماس بگیرید بگه نتونه جواب بده اینو بذارید به پای اون مسئله، نه اینکه تو مطب دکتره، نه اینکه با خانوادشه، نه اینکه تو یه کار خیلی ضروریه، اینها رو نمیگم. ولی اگر چند، به خودتون قشنگ متوجه میشید اون موقع که این اتفاق بیفته، چند بار شما باهاش تماس داشتید یا باهاش خواستید قرار بذارید یا یه کاری خواستید با هم دیگه شریک انجام بدید و ایشون نخواستن که شرکت کنن توی، حالا اون اگر یه فون کاله، اگر یه دیداره، یه قهوه خوردنه، اگر جایی رفتنه، یه کار شراکتیه، چند بار که این اتفاق میفته یواش یواش این شخص دیگه گم میشه، یعنی خودش رو به گم شدن میزنه چون دیگه شما رو شناخته. اگر یک چنین اتفاقی افتاد این شخص رابطه براش جدی نیست، چون دوست داره، به همین سادگی این جمله‌ای که دارم میگم، چون دوست داره هر موقع خودش دلش میخواد برای شما وقت بذاره، دوست نداره، لذت نمیبره از هر زمانی که قرارشه با شما باشه، فقط میخواد اونی که خودش میخواد بشه. آخرین قسمتی که میخوام بهتون بگم اینه که بعضیا خیلی زود دست پاچه میشن، بعضی از خانوما زود یه چیزی رو که میشنون، یه جمله‌ای رو از اون آقا دست پاچه میشن و دیگه در آسمون سیر میکنن و این بسیار غمگینانه است. این جمله رو اگر زود از ایشون شنیدید، اول آشنایی شنیدید، 100% بهش شک کنید. جمله دوست دارم. یک مردی که در رابطه جدیه هرگز به این زودی نمیگه دوست دارم. دوست دارم، ببینید به زبون ساده میگم، دوست دارم کنتور نداره که ایشون بخواد کنتور بندازه و بیان ازش پول بگیرن. فقط کسی همینجوری بی محابا و دائم پشت هم و از همون روز اول و ساعت اول این جمله رو به کار میبره که میدونه واقعی نمیگه، ولی اونی که واقعیه صبر میکنه. این جمله براش مهمه، روتون حساب کرده، نمیخواد از لحظه اول بگه دوست دارم، میخواد خیلی چیزا رو ببینه،
میخواد خیلی چیزا بهش ثابت بشه. اینها چند مورد مختصری بود که من براتون امروز آورده بودم و میخوام بهتون بگم نازنینای دخترای جوون و زیبا و خیلیا تحصیل کرده، خیلیا با کمالات، خیلیا با خانواده، خیلیا با کلی امتیاز دارن. نکنید این کارو با خودتون. شما اجرتون، شخصیتتون، ارزشتون خیلی بیش از ایناست. چه خانوم چه آقا که یه نفر ما رو از در بیرون میکنه، از پنجره وارد شیم. خیال میکنیم اگه از پنجره وارد شیم دیگه بیرونمون نمیکنه. این دفعه ما رو کتک هم میزنه و بیرون میکنه، آزارمون میده و بیرون میکنه، زیر و رو میکنه، سیستم عاطفمون رو بیرون میکنه، ما رو ذهنمون رو خرد و خاک شیر میکنه و بعد بیرون میکنه ما رو. قدر خودتون رو بدونید. ترجیح بدید اگر یه چیزی رو که تا الان نداشتید، یه کمبودی رو نداشتید عاطفی، ترجیح بدید آدم واقعیش دیرتر به پستتون بخوره تا اینی که امروز یه آدم غیر واقعی بیاد وانمود کنه داره اون چیزا رو بهتون میده. اینا درسای مهم زندگیه. مطمئن هستم از تک تکش به تک تکش توجه میکنید و تو زندگیتون عمل میکنید. اینجوری نباشید که عالم بی عمل نباشید که الان نشستید زمانتون رو گذاشتید پای این برنامه، این آگاهی ها رو گرفتید، دوباره همونجا بذارید ببندید بعد برنامه تموم شه بره. نه، به خاطر خودتون، به خاطر وجود خودت. نمیدونی چقدر خودت با ارزشی. به خاطر وجود خودت بهشون عمل کن. آگاهی تو ببر بالا، آگاهانه توی رابطه برو تا خودت خوشحال باشی. واسه هیچ کس دیگه این کارو نمی کنی، فقط به خاطر خودت.